میدونستی اورکاها یا همون نهنگ‌های قاتل بسیار ترسناکتر و روانپریشتر از چیزی هن که فکر میکنی؟ عملاً ترسناکترین موجودات اقیانوسن. حالا چرا؟ 1. اونا جیگر کوسه رو مثل کنسرو باز میکنن. اورکاها بلدن که با یه حرکت خاص کوسه ها رو تو حالت تونیک در بیارن، یعنی حالتی که کوسه هیپنوتیزم میشه و هیچ حرکتی انجام نمیده. بعد میان و جیگرش رو با یه گاز در میارن، اونم در حالی که کوسه کاملا زنده است. 2. با فوک‌ها بازی میکنن تا بمیرن. اونا یه بازی گروهی دارن که نوبت به نوبت میان با دم محکم به فوک بدبخت ضربه میزنن و اونو حدود 20 تا 15 متر به هوا پرتاب میکنن. این کار رو انقدر تکرار میکنن تا فوک از خستگی و ضربه بمیره، بعد تازه میخورنش. 3. پنگوئن ها رو هم اذیت میکنن. چند تا اورکا با هم شنا میکنن، یه موج غولاسا درست میکنن و پنگوئن ها رو از روی کوههای یخ داخل آب میندازن. پنگوئن بدبختم سعی میکنه خودشو بکشه بالا، اما دوباره بهش موج میزنن و میندازنش پایین. انقدر این مسئله رو تکرار میکنن تا پنگوئن خسته بشه و اونو بخورن. و 4. بدترین کار، بچه نهنگ مادر رو جلوی چشمش میخورن. اگه مادر و بچه نهنگ رو با هم ببینن، به جای جنگیدن با مادر ساعتها دنبالشون میکنن تا مادر از خستگی توان دفاع نداشته باشه. زمانی که مادر دیگه جون نداره، میان و بچه نهنگ رو جلوی چشم مادرش زنده میخورن. خلاصه که اورکاها نه فقط شکارچی، بلکه سادیسمی های حرفه‌ای دریان.